روزم یه استوری گذاشتم بهتون گفتم صرفا مغز داشتن کافی نیست، باید شعور استفاده از مغز رو داشته باشیم. این خیلی مهمه، باید تمرین بکنیم شعور استفاده از مغز را داشته باشیم. وگرنه پسته و بادام هم مغز داره. لطفا به این توجه بکنین، اینا کارت سوخته منه برای همین ماشینایی که من دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا کارت سوخت دارم. یک اتفاقی دیشب افتاده که اصلا خودم خبر نداشتم. در مورد لایو خوب گوش کن. من توی اینا حداقل 1200 دینام، یه ذره بیشتر، یه همچین چیزی، حداقل بنزین 1500 تومانی داشتم. درست شد؟ خب بنزین 1500 تومانی. اصلا نمیدونستم که اینایی که سیو توش قراره مثلا بسوزه. دیشب رفتم خونه بنزین، همین که اومدم بزنم تو دستگاه یهو دیدم یه نفر داد آی سهمیه من سوخت، بنزین من سوخت، آی فلان و چیزای دیگه. یه راننده جلویی بودش، آقا 100 لیتر من سوخت. من اصلا نمیدونستم. یو اینو زدم الله اکبر بنزین توش نیست، اون یکی رو زدم بنزین توش نیست. ببین تک تک کارتا رو برداشتم شروع کردم تست کردن. چرا بنزین توش نیست؟ قبلی‌ها رو چرا سوزوندن؟ این چه کاری بود کردن؟ حالا جدیدن شارژ نمی‌کردین، چرا قبلی‌ها رو سوزوندین؟ دیگه طرف حقش بوده استفاده نکرده، چرا اونو سوزوندین؟ زدم و اومدم بیرون. یه لبخند تلخی زدم و مهم نیست، بنزین رو زدم و اومدم بیرون. کسی که بغل دستم بود بهم گفتش که یه سوال بپرسم. گفتم بگو. گفت واقعا ناراحت شدی؟ گفتم نه، حرکت قشنگی نبود از بابت اینکه بنزین سوخته، که حالا 1000 و خورده بنزین فدای یه تاهمون ناراحت نشدم، ولی یه درس خیلی بزرگی از این نفر جلویی میتونیم بگیریم. اگه داد میزد سکته میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ برای 100 لیتر بنزین 100 لیتر بنزین 1500 تا 5000 تومان، 3500 تومان اختلافش میشه 350000 تومان. برای 350000 تومان اگه سکته میکرد کی میخواست جواب بده؟ برای 350000 تومان زندگی یک فرصت دوباره است. یعنی امروز یک فرصت دوباره است. تو رو جون هر کی دوست داری از دستش نده. این اتفاقات مسخره نذار ذهنتو درگیر بکنه، خیلی مهمه. بریم سراغ اون نشانه یا آیه یا درس قرآنی. بنویسن که دیگه تکرار نمی‌کنم. یه چیزم بهتون بگم، یه سری آدم خوشمزه هستن وقتی یه چیزی رو من تکرار میکنم و میگم برای بچه‌ها اول لایوه، یه سری خیلی اندکن، کلا 5 6 نفرن، دیروزم همشون رو بلاک کردم، میان تو باکس مینویسن اینو گفتا. یعنی چی؟ با ما داریم تلاش میکنیم آدمو نظم و دیسیپلینشون بیشتر شه. خودمزه بازی‌ها چیه؟ همشون رو البته بلاک کردم دیروز، چون برای من میفرستن بچه‌ها. بنویسین سوره طه آیه 14. سوره طه آیه 14. همه بنویسن لطفاً. سوره طه آیه 14. درست شد؟ همه دارن مینویسن سوره طه آیه 14. من معنی فارسیشو بهت میگم، عربیشم بهت میگم، اما تو نیازی نیست که بخوای عربیشو تکرار بکنی. همین معنی فارسیشو شما تکرار بکنی برات کفایت میکنه. درست شد؟ معنی فارسیشو اول بنویس لطفاً. هم معنی فارسیشو بنویسن. بنویس خدا کافی است یا خدا برایم کافی است. درست شد؟ هیچ معبودی جز اون نیست. ببین این که دارم بهت میگم این بولدوزر میمونه، یعنی اصلا یه جوری مسیر تو برات باز میکنه، لذت میاره. فقط امروز زیاد تکرار کن. خدا کافی است، هیچ معبودی جز اون نیست، من بر او توکل کردم. خدا کافی است، هیچ معبودی جز او نیست، من بر او توکل کردم. همین سه تا دونه است. خدا کافی است، هیچ معبودی جز او نیست، من بر او توکل کردم. عربیش هم میشه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. تموم شده رفت. عربیش هم مثلا نمیخواد بگید حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. علیه توکلت. معنی فارسی: خدا برایم کافی است یا خدا کافی است، هیچ معبودی جز او نیست، من بر او توکل کردم. دوست دارم همه اینو امروز زیاد تکرار بکنم. داستان مانترا بود دیروز براتون توضیح دادم توی استوری این پیج، اگه ندیدین امروز با دقت ببینین چون پاک میشه. داستان مانترا بود بعد توضیح دادم. وقتی شما یه جمله اینجوری میگی، یه نشانه، یه آیه یا یه جمله مثبت میگی، انقدر حالت خوب میشه. مانترا دقیقاً همون جمله مثبت است اما زورش 10 برابره. چرا؟ چون برای توئه. هر کسی یه مدل ضعف داره. یه کسی میبینی ضعف اعتماد به نفس داره، یه نفر میبینی ضعف شخصیت داره، یه نفر میبینی ضعف ذهنی داره. اینو هیچ وقت فراموش نکن. برای بار آخر میگم خدا کافی است، هیچ معبودی جز اون نیست،
بر او توکل کردم. این عین بولدوزر میمونه برای شما آدمایی که میخواین یه جواب خیلی خاص و خارق العاده بگیرین. اینو زیاد تکرار بکنین. من یادم خیلی از بزرگان علما میگفتن اینو بزنین سردر مغازه‌هاتون، اینو بزنین مثلا داخل ماشینتون، اینو بزنین جایی که دارین کسب و رزق و روزی دارین، کسب حلال دارین در میارین، رزق و روزی دارین. به شدت مهمه، به شدت مهمه. خدا کنه تمام بچه‌ها 6 صبح به این باور برسن که بابا اینا تو زندگیشون واقعا تاثیر داره. امیدوارم این اتفاق رقم بخوره. بریم یه سلام به امام رضا داشته باشیم، بعدش ادامه لایو بسیار جذاب با حال خوب و دقت و هوش بالا گوش بدید. بریم.